یک حادثه دردناک در تاجیکستان رخ داد که یک پسر 15 ساله در زیر لطوکوب پدر جان داد. روزی خلاصی دایوقا عذاب غم ظلمی تنازدی الله شکایت کنی میرم ای روی تو و بگونایم سوختک هم تن هم جسم دلم طاقت نکدردی کودک ننویسم درس پدرها در شوایخ پدری وحشی نمیشه نصیحت کنی نمیشه کودک نکشی فرزند. درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. پریسا هستم در چنل پریفان میوزیک. خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگری از ما. بندم سینا هستم و رسیدیم خدمتتون با یک ویدیو پیشنهادی از شما. بدون معطلی میریم ویدیو رو شروع میکنیم. قراره یک ویدیو ببینیم با هم و بعدش هم یک آهنگی که در وصف همین اتفاق خونده شده و با هم میشنویم، گپ میزنیم. شما هم لطفا نظراتتون رو توی کامنت ها برای ما بنویسید. یک حادثه دردناک در تاجیکستان رخ داد که یک پسر 15 ساله در زیر لطوکوب پدر جان داد. روز 26 ایول سال 2025 یک حادثه پردرد و غم انگیز در شهر تورسونزاده روی داد که بسیاری از آدمان را در تاجیکستان تکان داد. یک مرد 40 ساله که در شهر تورسونزاده زندگی میکند پسر 15 ساله اش را برای گمانبر شدن به دزدی پول سخت لطوکوب میکند و سبب مرگ او میشود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که این مرد دستگیر شده و علیه او پرونده جنایی کشیدند. حالا این پرونده در تحقیق است. بعد این حادثه یک نوار در اینترنت پهن می شود که در آن دیده می شود که یک پسر نورس با روی خونشار و خاکالود نشسته است و یک مرد با صدای بلند از او سوال می کند. شاشت مرا ممکن اشاره تگرتی مرا نگاه شاشت مرا بگو ما گرفتم بلند بلند قبضه بگو دکو صد تا میکنم ماشین بانو میخوام خیلی دارم غلط ما گرفتم. چی را گرفتی؟ چوکا دیگه همش پر را بگو. بنا به گفته تفتیشات پدر فرزندش را عیبدار میکند که او 600 سومانی را دزدیده است. حالا مقامات تمام جزئیات حادثه را نگفتند. میگویند که این پسر در صنف 10 میخواند و بناس کشیدن عادت داشت. پدرش برای این کارش او را لطوکوب میکرد. یک روز پسر پنهانی 600 سومانی را میگیرد و به دوشنبه به خانه عمه‌اش میرود. 2-3 روز در آنجا میماند. بعد عمه‌اش به پدرش زنگ میزند و خبر میدهد که پسرش در خانه اوست. پدر به دوشنبه می رود، پسر را می گیرد و در راه او را شدیداً لطوکوب می کند. گفته می شود که او دست و پای پسر را می بندد و در ماشین تا چند کیلومتر می کشد و حتی از این حالت نوار می گیرد. پس از این باز هم پسر را به ماشین بسته می کشد. نورس در نتیجه ضربه های سخت جراحت های زیاد می بیند و بیهوش می شود. پدر او را به خانه می آورد ولی به جای دکتر آوردن پسر را در انبار پنهان نگاه می دارد. اعضای خاندان خبر داشتند ولی مرد نمیگذاشت که همسرش به نزد فرزندش رود. صبح بر وقتی که اهل خانه به نزد پسر می روند میبینند که حالت او خیلی وزین است. آنها دکتر محلی را دعوت میکنند ولی دکتر آمده میگوید که پسر الکی فوتیده است. بعد از آن که این پسر از دنیا گذشت پدر کوشش میکند که او را پنهانی گراند و حادثه را پنهان کند ولی نهایت کارمندان پلیس آمده او را دستگیر کردند. پهن شدن نوار این حادثه در شبکه‌های اجتماعی واکنش سخت مردم را به بار آورد. بسیاری ها طلب دارند که برای پدر ظالم جزای سخت داده شود. الهی بگردم میگه من نبردم من نگرفتم چرا اصلا این حالا به زورم باز ازش اعتراف گرفته بود که حالا گفته 600 سامانی یا 800 سامانی اصلا هر چیزی. ولی اولا که بچه است، کودک، تربیت داشته نداشته، چه مشکلاتی داشته نداشته، همه اینا رو باید در نظر بگیری. بعد این رفتاری که حالا این پدرش بوده باش کرده، میگن آدم با دشمن خودش هم نمیکنه. بیچاره از دنیا رفته. خیلی من فکر میکنم این پدر خیلی آدم، حالا اسمم پدره، پدر که نیست، اصلا همچین کسی نمیتونه اسمش رو پدر بذاری. خیلی عقده داشته شاید اصلا از دوران خودش، از کودکیش، از نوجوانیش، مشکلاتی که داشته و همه رو اومده یک جا سر اون بچه. اصلا نمیشه، یعنی نمیشه، با عقل جور در نمیاد. چقدر عجیب که خانواده هم هیچ کاری نکردن. چقدر خوبه که رسانه‌ها پیگیر شدن و الان هم که حالا همونجوری که گفت وزارت داخله که حالا حتما نیروهای پلیس و اینا زیر نظر اونا کار میکنن. ولی واقعا همیشه مردم برای همچین فجایعی، حتی مثلا موردهای مشابه دیگری، مسائل خانوادگی، ناموسی حالا ما میگیم، یعنی مثلا برای دخترها و اینها توی ایران پیش اومده، همیشه مردم میخوان که اشد مجازات مثلا حتی برای اون پدر یا برادر بریده بشه و توی مثلا قوانین ایران این مشکل وجود داره که خیلی وقتا پدرها مثلا با 5 سال حبس بعد آزاد میشن. داشتیم موارد اینجوری که حالا اسمش میگن دخترکشی مثلا.
ولی این بچه به خاطر یه مبلغی پول، یعنی هرچی که بوده یه اصل تربیتیه، ببندی پشت ماشین بکشیش، لتو کوبش کنی، فیلم هم بگیری که چی؟ یعنی واقعا نمیدونی داری چه بلایی سر یه بچه میاری. از نظر روانی پدرش خیلی مشکل داشته. خب بدی اینجور پرونده همیشه به اینجا میرسه که وکیل ها میان از همین حفره قانونی استفاده میکنن و از طریق مشکلات روانی اون کسی که الان قاتل پدر تبرئه حتی میگیرن براش و این خیلی بده. بریم و با هم این آهنگ رو بشنویم و امیدواریم که اصلا همچین اتفاقایی رو نه شاهد باشیم، نه در موردشون بشنویم، نه بخوایم ببینیم که انقدر سخیفه، انقدر وحشیه، وحشتناکه. سلام علیکم برادران، برای دستگیری کانال ما از لینک زیر ویدیو بوده استفاده کنید و تشکر زیاد برای لایک کامنت. Наёр ғазаби худои замину осмона мошина завадид нака отаҳуи кресмона марам фарзанди тия меҳри падарид гиҷошид оринҷи дастам кандай замин пуштома хирошид ман ка мошина ота заминда кашолам нака мара ба и қадар захм маҳкам дар хона нака ман ка мошина ота ай дизди даст кашидам меҳри тира надидам ки диз чидам нос кашидам захм дар танам шидайта захм дар дилам наша пишти паноҳум нашиди ақалан қотилам наша ман ка ماشینا بگو بگو ای کمرت نستم بگو فرزندم نستی بگو پدرت نستم آمخته کردی مرا با زدنی مشت شتا و 600 سوم میآوی نمیآوی خسرو تا روزم ندادم برای گرفتن مجبور شدم روی کرسمانکی آغوشته خاک خون شدم با این حال بردی مرا در خانه رس کردیم قصاب شدی و تو زنده با زنده پوست کردیم تو پشیمون نمیشی شدیم خسروت مرد ترا پشتی پنجره و ایرا درونی جنت برد محروم ای مهری پدری بده که ای نصیحتش مرا جزا دادنه کشتن بده نیتش با ناخونی فرزندزارای آدمای به کودک شرمنده بین مردم شدی پدری کودکش. تمام توصیفی که قبلش تو اون ویدیو شنیدیم و اینجا توی این شعر رپ اعتراضی و غمگین برای این بچه آورد و تک تک اون صحنه‌ها دوباره برای من تداعی شد از اون اتفاقی که برای این اتفاقی که براش افتاده تو اون بیابون. در واقع ازش فیلمم گرفته پدرشو و شاید حرفایی که شاید تو ویدیو نیست ولی لحظه لحظه اون بچه اون پسر میخواسته به پدرش بزنه و اینجا توی شعره آورده. بگردم چی بهش گذشته دزدی، حالا اگه اسمشو بذاری مثلا یک بچه از جیب پدرش، این درسته میتو باید تربیت بشه که در آینده اتفاقای وحشتناک و بدی نیفته، ولی واقعا نمیشه اسمشو بذاری مثلا دزدی که بخواد با همچین تقاص پس بده اون بچه. مثلا عجیبه این کاری که کرده. این اسمش مرا نگاه شاشت سمونا رو ما گفتم هم بلند قبضه باز که گفت ساعت عندي که ماشین بند مخدوم خریدم خود 15 сола шидам як бор ҳис накардам хушҳолима да сурати ту падаране мебинам золима то хонара заминда кашида оварди мара аис мардам бардоштан бурдан тобути мара чӣ хебовар кунам мегам падар қуввати фарзандай мара падарам як умр ҳақорат кадай задай ҷонам халос шидай уқа азоби ғами зулми ту назди аллоҳ шикоят кунӣ мерам ай рӯи ту ва бегонаим сухтак ҳам тану ҳам ҷисм дилам тоқат накард дарди кӯдака нанависам дарсе падарода шаваи хе падари ваҳшӣ намеша насиҳат кунӣ намеша кӯдак накушӣ фарзандай хуни тай фарзандай камари тай фарзандам бадай мегӣ бад ай назари тай ба ҷои танқид кардан мешина таърифш мекна ӯ бачатай ки тобута рӯи китфш мекна. هم یک آهنگی که به موقع ممنونیم از این هنرمند که واقعا توی این شرایط سکوت نکرد و
ناراحتی خودش رو در قالب هنرش به هر حال نشون داد. ولی یه چیزی که خیلی بر من عجیبه اینه که این اتفاق توی تاجیکستان افتاده. درسته. تاجیکستانی که ما الان چند سال میشناسیم، دوستانی داریم از تاجیکستان، یک کشور بسیار آروم، بسیار شاد، همه مردم مهربون. خب این استثناء وجود داره، همه جا خوب و بد داره. خیلی اتفاق عجیبی بود که این از تو قلب تاجیکستان این اتفاق افتاد. برای من به شخصه که شوکه این همه کننده سال قشنگی دیدم، شادی دیدم، مهربونی دیدم، یه دفعه این اتفاق نسبت به فرزند، یعنی یک پدر این حرکت رو انجام داده که اصلا برای من قابل قبول نیست. برای هیچ کس برای یعنی هیچ کس برای من که میشناسم مردم نوع نگاهی که داشتی و تجربه‌ای که کسب کردی از آشناییت با فرهنگ تاجیکستان و میشه اینجوری بهش نگاه کرد که چقدر خوبه توی همچین اتفاقی سکوت کسی نمیکنه، چه تو فضاهای مجازی چه مراتب قانونی و اداری. و این مهمه که اصلا نباید اینا رو بری بپوشونی که بگی کشور من گل و بلبله. کما اینکه ما تو ایران این موارد زیاد میبینیم و دیدیم که خیلی وقتا خیلی مسائل این شکلی توی سکوت خبری محو میشن که نشون داده بشه جامعه مشکلی نداره، همه دارن راحت زندگیشونو میکنن، ولی اینجوری میان بهش میپردازن. آرتیست میاد شعر رپشو مینویسه، خبرنگار میاد اعتراضشو نشون میده. و حالا من یه تصاویری هم دیدم از فکر کنم شاید همون مراسم نمیدونم جمع شده بودن، ولی تو همون بیابانی بود که این بچه الان همونجا بود، خیلی مردم زیادی یعنی اونجا نشسته بودن، حالا شاید سوگواری میکردن، عزاداری میکردن و اینجوری همدلی میکردن با شاید مادر، خواهر، برادرایی که داره. و فکر نمیکنم هم فکر همچی پدری بوده باشن اونا، یعنی پدره حالا سر درآمدش هرچی کم بوده، اون پوله رو خیلی نیاز داشته، هرچی که بوده این حق این بچه نبوده. واقعا نبوده. قطعا بچه است. حتی اگه بخوایم بهش چی میگن اون چیز دزدی رو هم ببندی، حالا به اسم دزدی، اونم از جیب پدر خودش بچه است. حالا اینجوری که اولش گفت یه چیزی ناس مصرف میکرده تو اون ویدیو، بازم مشکل تربیتی. ولی بچه‌ها پاکن، ذات پاکی دارن، قلب پاکی دارن و قابل قطعا تغییرن. توی دنیای پس از مرگ هم آرامش نصیبش میشه. ولی بازم ما دعا میکنیم که همچین اتفاقایی نیفته. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. منتظر نظراتتون در قسمت کامنت هستیم. خیلی برمیگردیم خیلی زود خدمتتون با کلی ویدیوهای انشاءالله شاد و قشنگ و دلنشین. خدا نگهدار.